بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی و همه کسایی که صدای بنده را میشنوید، برادران و خواهران گرامی، در مسیر این زندگی انسان همیشه بر سر دو راه بزرگ قرار دارد: راه عزت و کرامت و یا راه ذلت و حقارت. بعضی از انسان‌هایی که در درون ضعف دارند، ضعف درونی دارند، روحیه خرد دارند، چنین گمان میکنند که دستیابی به عزت و سربلندی بهای بسیار بزرگ دارد. گویا باید که از آسایش، از منفعت خود، از امنیت خود انسان بگذره تا عزیز باشد، عزیز زندگی کند، یک انسانی با عزت و با کرامت باشد. از همین رو ذلت را انتخاب میکنند تا اینکه از هزینه و بهای عزت البته به گمان خودشان بگریزند. اما این بسیار فریب بزرگ است، به خاطر اینکه آنها نمیدونند که هزینه ذلت بسیار سنگینتر از بهای عزت است. عزت یعنی ایستادگی بر حق، یعنی رد کردن باطل، قبول نکردن باطل، در برابر باطل ایستاد شدن، یعنی خم نکردن سر در برابر طاغوت، در برابر ثروت، در برابر مال دولت، در برابر شهوات. عزت یعنی همون روحیه‌ای که در وجود انسان‌های سلف وجود داشت، در وجود صحابه کرام وجود داشت، در وجود سلف صالح وجود داشت. برای همه اعلان میکردند که دور باد از ما ذلت و خواری. در زندگی خود، در معامله خود، در حیات خود ذلت را هرگز نمیپذیریم، از ما دور باد ذلت. این شعارشون بود، روحیه درونی آنها ای بود. به همون خاطر به بلندترین قله های عزت و سربلندی رسیدند. در این دنیا الله راضی کردند، الله عزوجل از آنها راضی شد و رضایت خود را از آنها در این دنیا اعلان کرد. برخی گمان میکنند که اگر برای عزت تلاش کنند، در راه عزت حرکت کنند، آرامش و رفاه خود را از دست میدهند. اما غافل از اینند که انسان به عزت هرچند در کاخهای زرین نشسته باشد، اما در حقیقت در زندان، در خواری و در اسارت است. انسانی که عزیز است هرچند در زندان یا تنگ دستی باشد، آزاد و بزرگ است. برادران عزیز، عزت لباسی نیست که در بازارها فروخته شود، انسان او را به خوبی در بیابد، به آسانی او را به دست بیاره، بلکه عزت در درون انسانهای استوار وجود داره و او را زنده میکنند. با پرداخت هزینه های بسیار بزرگ او را زنده میکنند. قرآن کریم میفرماید ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. عزت از آن الله است، عزت از آن رسول است، عزت از آن مؤمنین است. برادران و خواهران گرامی، یک بار اندیشه کنیم، یک بار نظر کنیم، آیا آسان طلبی توجه برای ذلت پذیری دارد؟ البته که ندارد. آیا انسان میتواند بگوید که من نمیخواهم رنج عزت را بکشم، پس خواری را برمیگزینم، خواری را انتخاب میکنم؟ اما انسانهایی با احساس، انسانهایی که در درون خود عزت زنده میکنند، این گونه نیستند، بلکه در مسیر عزت حرکت میکنند. با عزت در این دنیا زندگی میکنند و با عزت از این دنیا رحلت میکنند. عزت ستون شخصیت انسان است. انسان با عزت خودش حیاتی واقعی داره. پس وقتی که عزت ستون شخصیت یک انسان باشه، هر کی او را بفروشه، هر چی که به دست بیاره، مال باشه، مقام باشه، شهرت باشه، همه مانند یک سایه هستند. اما هر کی عزت خود را بلند کنه، عزت خود را زنده نگه بداره، حتی اگر دستش خالی باشه اما سرش بلند است. پس برادران و خواهران گرامی، با خود پیمان ببندیم، با خود عهد کنیم که در برابر باطل سکوت نمی کنیم، در برابر ظلم سکوت نمی کنیم، در برابر ظلم طاغوت سر فرو نمی بریم و در برابر وسوسه های آسایش بی‌غیرتی
به یاد می آوریم که زندگی بدون عزت مرگ تدریجی است. با وقار، با عزت، سربلند زندگی میکنیم در این دنیا و این را به یاد داشته باشیم که مرگ در راه عزت بهتر از او زندگی خاری است. بهتر از او زندگی است که در خاری، در ذلت روان است. انسانی که در خاری و ذلت زندگی میکند آینده درخشان هرگز ندارد. پس آزاد زندگی کنیم، عزیز از این دنیا برویم و با افتخار در پیشگاه الله عزوجل استاد شویم. این بود بعضی توصیه هایی که میخواستم به سمع برادران و خواهران برسانم. امیدوار هستم که برای ما و شما مفید تمام شده باشه. الله عزوجل همگی ما و شما را با عزت، با وقار بگردانه و در وجود ما احساس عزت و سربلندی را، احساس زندگی کردن با عزت را در این دنیا نصیب کنه و هرگز در برابر باطل سرخم نکنیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.